خدمات مرزبانی پولشا روز 26 اکتبر خبر داد که تنها در دوام روز 25 اکتبر در مرز این کشور عضو اتحاد اروپا با بلاروس 582 کوشش عبور غیر قانونی مرز پیشگیری کردند. خدمات مرزبانان پولشا در صفحه‌اش در توییتر خبر داد که 9 مهاجر غیر قانونی از جمله 4 شهروند تاجیکستان، 4 شهروند سومالی و 1 شهروند عراق دستگیر کرده شدند. از اول ماه سپتامبر مرزبانان پولشا از 14,000 کوشش عبور مرز این کشور از طرف بلاروس جلوگیری کردند. پولشا یکی از مسیرهای اساسی است که پناهجویان تاجیک توسط آن وارد قلمرو اتحاد اروپا میشوند. ماه سپتامبر در برابر بازداشت دست کم 4 شهروند تاجیکستان در مرز پولشا با بلاروس با اتهام کمک به انتقال پناهجویان خبر داده بودند. مقامات لهستان هشدار دادند که خارجیان برای کمک به انتقال مهاجران غیر قانونی دستگیر شده را به کشورهای زادگاهشان اخراج خواهند کرد. پولشا و لیتوا دو کشور عضو اتحاد اروپا و منطقه شنگن یک مسیر عمده انتقال مهاجران و پناهجویان از شوروی سابق به شمار می‌روند. پناهجویان تاجیک نیز اساساً از طریق پولشا و لیتوا وارد اتحاد اروپا می‌شوند. همزمان خدمات مرزبانی لیتوا خبر داد که در یک شبانه روز آخر از تلاش ورود 120 پناهجو از سمت بلاروس به لیتوا جلوگیری کردند. از اول ماه اکتبر 1739 کوشش عبور غیر قانونی مرز بلاروس با لیتوا ثبت شده است که این نظر به 981 مورد ماه سپتامبر 2 مرتبه بیشتر است. مقامات پولشا و لیتوا مقامات بلاروس را به تشکیل هدفمندانه موج فزاینده مهاجران و پناهجویان به اروپا ابدار می‌کنند.